با دلی آرام و قلبی مطمئن، با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم. آمدن ما به این مکان برای تجدید عهد است. می‌خواهیم در کنار جسم آرمیده امام بزرگوارمان خطاب به روح مطهر و ملکوتی او بگوییم انا علی العهد الذی فارقناک علیه، یعنی ما بر سر عهد پایداریم. راه امام راه ایمان است، راه عدالت است، راه پیشرفت مادی است، راه عزت است. ما پیمان بسته ایم که این راه را ادامه بدیم و به توفیق الهی ادامه خواهیم داد.